با نام یاد نیروی برتر، درود فرزین معتاد. بازم دیروز کار احمقانه کردم و گاهم پیش میاد که کارهایی انجام میدم که از حمق و حماقت من ریشه میگیره و همین ها باعث میشه که سریع قضاوت بکنم و سریع هم نتیجه بگیرم. میدونی حقیقتش این، از دست حماقت‌های خودم خسته شدم، زندگیم آشفته شده. نمیدونم چرا اینقدر حمق توی زندگی من جاریه و با اینکه این حماقت‌ها باعث میشن زندگیم آشفته بشه، اما باز دست بردار نیستم. پیش خودم گاهی فکر میکنم راستی چرا من اینقدر احمقم. وقتی بیشتر فکر میکنم به این سوال میرسم که آیا احمق بودن جزو ذات و صفات و یا ماهیت منه؟ یعنی منظورم اینه که حماقت جزو ماهیت انسانی منه، یا اینکه اکثر انسان‌های دیگه هم تو زندگیشون این ویژگی رو دارن. یعنی مطلب برام اینطوری بود که آیا حماقت حقیقتاً یه چیز ماهیتیه، یکی از ابعاد وجودی انسانه، یا اینکه نه تو بعضی انسان ها هستش. میدونی وقتی داشتم کتاب خاطرات سینوحه که خب میدونید که طبیب فرعون مصر بود و حدود مثلا 4000 سال پیش زندگی میکرد، وقتی زندگیشو میخوندم تو یه قسمتی از اونجا تو کتاب سینوحه، داستان همین سینوحه، یه قسمتش نوشته بود که خلاصه سینوحه میگه در اثر معاشقه با یه زن هوسباز به نام نفرتیتی همه زندگیمو خلاصه از دست دادم و بدهکاری سنگین و کلانی برای خودم به بار آوردم و طلبکارا تهدیدم کرده بودن و میخواستن منو بگیرن و به زندان بندازن و منم به خاطر ترس از زندان فراری شدم. حالا میخواستم که فرار بکنم، این غلامم که یه مرد شاسکور بودش، شیرین عقل بودش، گفت منم با تو میام. گفتم بابا لزومی نداره تو با من بیایی. گفت نه من بدون تو نمیتونم زندگی بکنم. خلاصه هر کاری کردم این کاپتا قبول نکرد، گفت منم با تو میام. خلاصه با هم پا به فرار گذاشتیم. پس از چند روز راهپیمایی و فرار، با جنازه مردی که آشولا شده بود در حاشیه رود نیل برخورد کردیم. من پس از گرفتن نبض مرد متوجه شدم که هنوز این بنده خدا زنده است و لذا تصمیم گرفتم به اون کمک کنم و هرچی این غلام شلمغزم کاپتا میگفتش که بابا فلانی سینوحه دنبالمون هستن، طلبکارا دنبالمون هستن، باید زودتر فرار کنیم، بگیریم رفتیم تو زندان ها. اما میدونی من تو کتم نرفت. میگفت چون از نظر اخلاق پزشکی و مروت دور بود که من
به عنوان یک پزشک این بیمار رو اینجا با این شرایط رها کنم و برم. خلاصه با همه خطراتی که ما رو تهدید میکرد، با اندک داروهایی که توی خورجین خودم به همراه داشتم، میگه شروع به درمان کردم و خلاصه پس از مدتی 1-2 روز 2-3 روز بعد حال این خوب شد و وقتی حالش خوب شد و تونست حرف بزنه ازش پرسیدم فلانی مشتی بابایی داستان چیه؟ بعد اون بنده خدا اینطوری تعریف کرد، گفت نزدیکی اینجا که منو پیدا کردید یه آبادیه که من با زن و بچه هم خلاصه اونجا زندگی میکردم. ملکی و زمینی برای کاش داشتم، گاو و گوسفند و مالی برای روزی خوردن داشتم، اما از اقبال بد مدتی بود که خان آبادی گیر داده بود به من و میگو باید زن تو طلاق بدی تا زن من بشی. اما من زیر بار نمی رفتم تا اینکه یه روز خان با آدماش ریختن تو خونه من، اول زنمو گرفتن، بعد دارایی هامو مصادره کردن، بعد بچه هم به نوکری و کنیزی بردن و بعد خودم هم آوردن اینجا کنار رود نیل. حالا چی خوردی آش رشته تا میخوردم منو اینجا کتک زدن و به خیال این که من مردم ولم کردن و رفتن. و ای طبیع و بزرگواری اگه شما نیامده بودی حتما من اینجا مرده بودم. سینوه میگه وقتی مرد اینا رو تعریف کرد خدایی گریم گرفت. تو دنیا واقعا چقدر ظلم هستش. گفتم حالا اخری میخوای چی کار کنی؟ حقیقتش ما فراری هستیم. من بدهکارم، با این رفیقم کاپتا داریم فرار میکنیم. بعد طرفی زد فکر کرد گفت اگه خان بدونه من هنوز زنده‌ام به طور قطع منو میکشه. بنابراین شما هر جا که میرید منم با شما میام. خلاصه سرتون درد نیارم. ما 3 نفری با هم از مصر شروع به فرار کردیم. در سوریه من 10 سال تبابت کردم و مرد روستایی و کاپتا هم به عنوان غلام و منشی و نوکر خلاصه تو استخدام من بودن. بعد از 10 سال با پول زیادی که در اثر تبابت توی شامات به دست آورده بودم 3 نفری به وطنمون مصر برگشتیم. نزدیکی همون جایی که مرد روستایی رو پیدا کرده بودیم یه قبرستونی بود که مخصوص مردمان همون حوالی بود و مصریان همینطوری که میدونید معتقد بودند هر کس بنای آرامگاهش با شکوه‌تر باشه نشان دهنده بزرگی و جلال و انسانیت آن شخص مرده است. در زمان به اصطلاح نشون دهنده شخصیت اون مرده تو زمان حیاتش بوده. مثلا الان دیدید مثلا برای بعضی ها چون بارگاه هایی درست میکنن، همچین تفکراتی بوده دیگه تو انسان ها. خلاصه میگه تو اون قبرستون که ما رفتیم حوالی همونجایی که همین یارو رو پیدا کرده بودیم مرد روستایی، اون قبرستونه یه آرامگاه خیلی مجلل و با شکوه بود که من گفتم خوب شب و همینجا سپری کنیم. بعد مرد روستایی به من اصرار میکرد یه لوح اونجا بود، به لوح معرفی اون کسی که اونجا
به اصطلاح مرده بود گفتش که این لوحو بخون، ببین این آرامگاه به این عظمت مال مربوط به کدام انسان بزرگه، به کدام مربوط به کدام انسان مقدسیه. میگه من دیدم این مرد روستایی ول نمیکنه، گیر داده، هی میگه جان من بخون. خلاصه من شروع کردم به خوندن مشخصات آرامگاه. مثلا نوشته بود من آمون خورکوس هستم، خانان این نواحی و همیشه به زیر دستانم خدمت کردم و امنیت آنان را و همچنین نوامیس مردم را همیشه پاسداری کردم و به احدی ظلم و ستم روا نداشتم، دست نیازمندان را گرفتم و حق آنان را هرگز پایمال نکردم. میگه همین که من اینو خوندم، این لوح تموم شد، مرد روستایی یه دفعه مثل کسی که انگار مار نیشش زده باشه به خودش پیچید و شروع به گریه زاری کرد. یه معرکه اونجا شد، سرش رو در و دیوار میزد، گریه میکرد، خاک تو سرش میکرد، شیون کنان عربده میکشید. خلاصه ما دیدیم امکان داره به خودش صدمه بزنه، من و کاپیتا سعی کردیم اونو تسلی بدیم، گرفتیمش. بعد این که یه مدتی گذشت، مرد روستایی آرام شد، یکم آب دادیم بهش خورد اینا. من بابا چرا اینطوری شیون میکنیم؟ ما فکر کردیم حضرت عباسی تو امیری عبادورزی فکر کردیم که این اصلا برادر این بنده خدا بوده یا پدر این بوده. گفتیم چرا اینطوری شیون‌زاری میکنیم؟ مگه این مرده با تو نسبتی داره؟ مرد روستایی در حالی که گریه میکرد گفت ای وای بر من، چه مرد نازنینی بود، خاک تو سر من میکنه، خدا از من نگذره فلان. ببین چقدر آدم مقدسی بوده. بار دیگه از اونش پرسیدم بابا این حرفا رو بذار کنار، این باباییه رو میشناسی؟ بعد مرد روستایی برگشت گفت آره این آدم مقدس که اینجا نوشته همون خان روستای ما بود، همون که داستانش برای تعریف کردم. به راستی ببینیم چقدر انسان بزرگی بوده. ببین نوشته ها میگوین چه کارهای خیلی کرده و من نادان، من احمق عوضی همش به اون لعنت میفرستادم و سرزنشش میکردم و خلاصه باز زدش خودش به کلیوازی و زمین زدن و گریه کردن و از خدای آمون طلب بخشش میکرد. سینوحه در اینجا میگه دلم به درد اومد از این همه حماقت انسان ها. مردی رو که اموالشو مصادره کردن، بچه هاشو به بردگی بردن، زنشو جلوی چشمش ترتیبش دادن، با خوندن فقط یک لوح مکتوب اینجوری خودش رو سرزنش میکرد و همه ظلم هایی که حداقل خودش به عینه اونها رو دیده و لمس کرده سر خودش اومده، با حماقت خودش اونها رو انکار میکنه و میگه نه این نوشته ها اینطوری نوشتن بس ببین چقدر آدم بزرگیه. میگه من از دیدن این حماقت حقیقتا قلبم به درد اومد. ببینید دوستان، من حالا همه حرفا رو زدم، ببخشید سرتونم درد بردم تا به این نکته طلایی که تو اینجا سینوحه میگه برسم و من اینو واقعا هم نوشتم تو دفترم همون موقع، گاهی نگاه میکنم. در اینجا سینوحه میگه حرف خیلی خردمندانه ای میزنه.
سینوحه میگه من که امروز در اینجا در ابتدای تاریخ ایستاده ام، میدانم که ممکن است بشر در آینده لباس و خورد و خوراکش عوض بشه. ممکنه روزی از نظر پزشکی به پیشرفت‌های بزرگی دست پیدا کنه. ممکنه بشر در آینده با علم و دانش دریاها و آسمانها را مسخر کنه. ممکنه به راز آفرینش حتی پی ببره. اما انسان بلا شک در آن روز باز هم احمق خواهد بود. میگن حتما این گفته معروف انیشتن که میگه دو چیز را پایانی نیست، یکی جهان هستی، یه دو تا چیز پایان نداره، یکی جهان هستیه و دیگر حماقت انسان ها. بعدش انیشتن در ادامه میگه البته در مورد اولی مطمئن نیستم، یعنی مطمئن نیستم که جهان هستی پایانی نداره، ولی اینو مطمئنم که حماقت انسان ها پایانی نداره. ببینید اصولا در ادوار تاریخ همیشه صاحب نظران متوجه این خصیصه در انسان ها بودن و متاسفانه حتی پیامبران و اولیا هم در مقابل این خصیصه ذاتی در انسان ها اعلام عجز نمودن. به طور مثال غزالی یک کتابی داره، حالا اسم عربیش طولانیه نمیگم، یک کتابی داره که تو اونجا میگه روایت کرده اند که وقتی احمقی را جهت معالجه حماقتش نزد حضرت عیسی آوردند، آن حضرت فرمود من یه احمقی رو میبرن حضرت عیسی بهش شفا بده. حضرت عیسی برمیگرده میگه ببین من نابینایان رو بینا میکنم، من پیسیان را شفا میدهم. نگاه کن ببین چی میگن، من حتی مردگان رو زنده میکنم، اما برای من ممکن و عملی نیست که بتونم احمقی رو درمان کنم. و تو ادامه حرفش میگه فقط درد حماقته که من از درمان آن عاجزم. یعنی من هر کاری که بگی میکنم، کور و بینا میکنم، جزامیل شفا میدم، مرده زنده میکنم، ولی فقط درد حماقته که من از درمان آن عاجزم. البته همین داستان تو دفتر سوم مثنوی معنوی هم هست که تو اون بیتش میگه عیسی مریم به کوهی میگریخت، عیسی مریم به کوهی میگریخت، شیرگویی خون او میخواستی. خلاصه داستانش همین بوده که عین همینه. اون تا یکم میگه حضرت عیسی داشته فرار میکرده، انگار که مثلا یه وحوشی شیری چیزی دنبالش کرده. تو بیندا خلاصه یکی میگه برای چی داری فرار میکنی و دنبال عیسی میدوه، میگه تو رو خدا واسه ببینم خب از چی داری فرار میکنی، از چی داری فرار میکنی؟ حضرت مسیح پاسخ میده که از احمق فرار میکنن، از اصل احمق فرار میکنن. اون مرد با تعجب پرسید مگه تو اون مسیحی نیست؟ تو اون مسیحی نیستی که کور و کر و شفا میدی و سر غیب و اسم اعظم میدانی؟ حتی با اسم اعظم وقتی اسم اعظم بر مرده میخونی اونو زنده میکنی. عیسی پاسخ داد بله من همانم که با سر غیب و اسم اعظم عرض کنم که همه این کارها رو انجام میدم، اما با تمام علم خود هزاران بار
با تمام علم خود، با تمام وجود خودم هزاران بار اونو برای احمق خوندم و درمان نشد. یه جایی هم باز مولانا تو مقالات شمس توی مقالات شمس به این مطلب یه اشاره میکنه که میگه به شکل دیگه، البته میگه از رسول مصطفی، یعنی از حضرت محمد، از رسول مصطفی پرسیدن تو که همه را از تاریکی بیرون آوردی، چگونه است که عموی خود ابولهب را از تاریکی بیرون نیاوری؟ حضرت در جواب گفت برای این که برای حمق چاره ای نیست و مشغول شدن طبیب به آن جهل رنج بیهوده است. یعنی رنج بیهودیه، جهل دست بردار نیست. رضا داره با زبان بیزبانی میگه که اصلا بخوای همچی کاری هم بکنی رنج بیهوده است. اما خیام به عنوان حسن ختام، خیام درباره حماقت انسان ها یه ربایی داره که میگه گاوی است در آسمان نامش پروین، یک گاو دیگر نهفته در زیر زمین. چشم خردت باز کن از روی یقین، زیر و زبر دو گاو مشتی خربین. تا درودی دیگر بدرود.